مرسی، عالی شد واقعا. ارتعاشمون بالا رفت با صحبتات. دوستان، ماها جز هم کسی رو نداریم، من هم جز شما کسی رو ندارم. عاشقانه دوستتون دارم و باور دارم که تمام بزرگان هم حرفشون همین رها کردنه. چقدر تو دغدغه ها شخم میزنی، یه نیم ساعت یا یک ساعت یا بیشتر ول کن تا ولت کنه. من گاهی وقتا تو زندگی وقتی به نقطه انتهای مشکل میرسم، یعنی دیگه خیلی همه چی تو هم گره میخوره، یادم میاد که فدراسیون به هم چی گفته بود که تا وقتی که تو نقطه انگشتکاری داشته باشی انگولکت میکنن. تا وقتی که تو به چیزی حساس باشی نقطه حساست رو انگولک خواهند کرد. این بی‌تفاوتی راحت به دست نمیاد دوستان. این رها شدگی راحت به دست نمیاد، اما میشه به دستش آورد. ما میتونیم یه لحظه هایی ول بدیم خودمون رو و رو خودمون کار کنیم که وارد بازی نشیم. دامهای آرکانها به این شیوه است که اول خوشی رو بهت میچشونه تا تو جذب زندگی بشی. به محض اینکه جذب شدی مصیبت شروع میشه. مثل قماربازا دیدی طرف رو اول یه ذره مزه پول رو بهش میچشونن بعد میکشنش تو بازی، یه همچین حالتیه. و دوستانه ازتون میخوام اگر باوری به فدراسیون دارید سعی کنید نقاط حساس دردتون رو در دسترس آرکانها قرار ندید. عبور کنید، رها کنید، فکر و خیال نکنید، چون این فکر و خیال ها خودش برای شما تناب میشه و شما رو میبنده. یه لحظاتی به مغزتون استراحت بدید، به مغزتون تعطیلی بدید و بذارید که آرامش جاری بشه. من بعضی وقتا میگم وقتی که مشکلات زندگی بسیار پیچیده میشه یه لحظه به خودم میام میگم خب من ولش میکنم، هرچی میخواد بشه بشه. و بعد وقتی که میبینن دارم از دام اندیشه آزاد میشم دوباره دونه دونه پخش میکنن، دوباره سعی میکنن که منو وارد بازی کنن. و البته الان خیلی وقته که دیگه نه دام رو میخوام و نه دانه رو. و سعی کنید در لحظه خوشی‌ها رو داشته باشید با خودت، با یه پیاله کوچیک دم کرده، با یه کریستال، با یه شمع کوچولو، یه وارمر کوچولو. با خودت خلوت کن، خودت رو مهمون کن به یک خلوت شبانه، به یک لحظات آرامش بخش و برای خودت تولید یون منفی کن با یه دونه شمع کوچولو. میتونی همون شمع 1000 بار استفاده کنی، حالا حتما که نباید وارمر بخری، میتونی از این شمعای بیبو بخری و 1000 بار روشن کنی، وقتی اوکی شد حالت دوباره خاموش کنی. باور کنید دوستان جواب میده ها. یعنی یه مقدار که بذارید مثلا شمع روشن باشه یون منفیش به مغزتون میخوره و امواج یون منفی باعث میشه خورده حالتون بهتر میشه و خودتون رو پیدا میکنید. بعد خاموشش میکنید، خب میرید به کارتون، به زندگیتون، به امور روزمره‌تون میرسید. مخلص کلام این که دوستان ببینید ما به دست خودمون نیومدیم که به دست خودمون بریم. از یه جایی مهمون بازی هستیم. از سن 7-8 سالگی که خودت رو میشناسی یا کمی زودتر ما مهمون این زندگی هستیم و یهویی خودمون رو میشناسیم و متوجه میشیم که اینجا هستیم و بعدم
دیگه شروع میشه انواع و اقسام اذیت‌ها، لطمات، صدمات، آزارها و غیره. این روح جز تو کسی رو نداره که پناه ببره. دوست خوبم، من آغوشم به رود بازه. میخوام بهت بگم که اگرچه ممکنه من هم زخمی باشم، اگرچه من هم ممکنه خسته باشم، اما آغوشم به روی تو بازه. تا آخرین لحظه بهت عشق میدم، دوستت دارم به کوری چشم آرکان ها، از جون و دل هر کاری بتونم برای خوشحالیت میکنم، برای حال خوبت، که این که بدونی برای یک کسی مهم هستی. تمام دلخوشی من به اینه که تو این حس رو بکنی که یه نفر هست که نگرانته، یه نفر هست که دوستت داره و برای یه نفر واقعا و حقیقتا مهمی، برای کسی که تو رو برای خودت میخواد، تو رو دوستت داره به خاطر خودت، هیچی ازت نمیخواد بگیره، هیچی ازت نمیخواد کاسبی کنه. من دوستت دارم خدا وکیلی و دلم میخواد که تعالیمو انجام بدی به خاطر اینکه قوی تر بشی، که کمتر اذیت بشی. وگرنه اینجوری نیست که فکر کنی مثلا منم دارم واسه تو زحمت میتراشم که بیای این کارا رو انجام بدی و بار رو بارهات قرار بدم. نه، من خودم وقتی که تعالیم رو انجام میدم میبینم آره تا حدودی روحیه‌مو بهتر میکنه، حالمو بهتر میکنه. و بعد خب به شما هم گفتم که دوستای خوبم عزیزام انجام بدید، روحیتون اثر داره و به امید این که تک تکتون حالتون خوب باشه. من وضعیت آسترولوژیکی امشب و این چند وقت رو در جریان هستم که انرژی های نامطلوبی هست و وضعیت آسترولوژیک اصلا جالب نیست. خب ارتعاش دوستان رو هم که میبینی، پراکنده و بی سر و سامان و آنارشی به تمام معنا. خب اینا همه از همون وضعیت انرژیکی کائنات داره میاد و تمام اون کاری که من میتونم براتون انجام بدم اینه که بدونید دوستتون دارم، با جون و دل پشتتون کنارتون هستم و حمایتتون میکنم. دوستتون دارم و برام عزیزید و اینجا خونتونه، اینجا خونه خودته، این گروه متعلق به خودته و منم اینجا خادمت هستم، کوچیکت هستم و همیشه آغوشم به رود بازه که بدونی دوستت دارم و برام مهمی و سپاسگزارم ازت که به قولی همراهی کردی تا اینجا و اینجا رو خونه خودت میدونی. عاشقتم، از صمیم قلب دوستت دارم و اینو از صمیم قلبم میگم که واقعا دلم میخواد تک تکتون، باور دارم تک تکتون واقعا بهترین آدم های روی کره زمین هستید و بهترین ها لیاقتتونه و من ایمان دارم که روزی خواهد اومد که به دنبالتون خواهم اومد و اون روز بهتون خواهم گفت که دیدی بهت گفتم اومد میام دنبالت، دیدی اومدم. و اون روز تو لبخند خواهی زد و من دستت رو خواهم گرفت و تو رو به یاران ملحق خواهم کرد به اذن خداوند و قدرتش. و دوستان تمام چیزهایی که تو فدراسیون الان به شکل رویا میاد براتون، یه روزی واقعیت خواهد شد، یه روزی بسیار زود، بسیار زودتر از اون چه که فکرشو بکنی. پلک بزنی رسیده. من تو زندگی های قبلیم انقدی گذروندم که بدونم یه پلک زدن واقعا چقدره. زندگی های ما تو زمین به اندازه یه پلک زدن تو جهانهای بالاتره و واقعا خیلی زود میگذره.
و خیلی زود وقتش میرسه که میام دنبالتون. اینو بهتون قول میدم و مطمئن باشید که شما رو گرد هم جمع خواهم کرد برای اینکه در واقع متحد و یکپارچه به سمت قبله نهایی نماز بگذاریم، نمازی که رو به قبله عشق باشه، نه رو به قبله سنگ. رو به قبله دل بودن نمازیه که مقبوله و رو به قبله سنگ بودن چیزی است که من ازش در موردش نظری ندارم و باور دارم که خدای راستین عاشق تو رو دوست داره و تویی هم که این پالس رو تونستی بگیری و اینجا هستی، بی خودکی سر از اینجا در نیوردی. یه چیزی پابندت کرده، یه چیزی، یه حسی، یه چیزی اون درون وجودت تو رو اینجا درگیر کرده. درگیر رویایی شدی، درگیر رویایی که خدا میدونه از حقیقت راستین تره و مطمئن باش این چیزایی که به نظرت سرکاری میاد یه روزی میبینی که سرکاری نبوده. همه اون چیزهایی که من بهت گفتم دونه بدونه اتفاق خواهد افتاد، دونه بدونه رو خواهد داد و تو خواهی دونست که عضو فدراسیون بودن چه چیز زیباییه و چه چیز ارزشمندیه. من از خداوند میخوام قبل از اینکه بریم به پرسش و پاسخ که تک تکتون رو خداوند مهمون کنه به رویایی که شایستش هستید، چون تک تکتون موازی نیست با هم ارتعاشتون. از خدا میطلبم که مهمان رویایی همقدر باورت باشی و این رویا رو طلب میکنم برات که مهمون کعبه دل باشی و بدونی نماز گذاشتن رو به قبله دل چگونه است. از خداوند طلب میکنم که این تجربه رو مهمون باشی و بدونی که حقیقتا از جون و دلم دوستتون دارم، خیلی زیاد، انقدر زیاد که هر وقت به فکرش میفتم صحبت کردم برام سخت میشه. خیلی دوستتون دارم.